و راه درمانش هم قارچکش نیست، چون نماتود داره از ریشه تغذیه میکنه. باید نماتود کش استفاده کنید، نماتود کشی که بتونه جمعیت رو به حداقل برسونه و شرایط خاک پایدار بشه که این بوته بتونه ریشه زایی انجام بده. تعادل خاکتون به هم ریخته و احتیاج به احیای خاک دارید. از اول کشت باید از نماکوب استفاده کنید. بوته میری دیگه حذف میشه، بوته ها یک نواخت رشد میکنن. توی خاک هر چی بکارید وضعیت همیه، به صورت لکه‌ای ضعیفه و باغ کناری هم که نگاه بکنید عین سرشاخه ها زرده تو این فصل، یعنی علائم بیریشه بودن رو داره نشون میده. مشکل اساسی نماتوده. نماتود تو کنترل بکن، خاک تو احیا بکن، شرایط خاک تو پایدار بکن و از روز اول از نماکوب استفاده بکن که یک کشت تضمینی داشته باشی.